سرخط مهمترین خبرها: سوختار در بازار برکت. چرا نرخ آرد در تاجیکستان قیمت شد؟ پاسخ وزارت کشاورزی تاجیکستان. و در روسیه 1 هفته کرانتین جاری کردند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی از رادیوی آزادی. امروز 22 اکتبر است. شام 21 اکتبر بازار مسائل ساختمانی برکت در حدود ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت سوخته است. بازار در شهرهای خوجند کانی بادام جایگیر است. علت آتش گرفتن هنوز معلوم نیست. مقامات تا هنوز در این زمینه هیچ شرحی ندادند. مساحت سوختار را بیش از 1 هکتار تخمین میزنند. در این بازار سال 2018 نیز سوختار سر زده بود. چند ماشین آتش نشانی از منطقه ها آمدند. بعضی از سوداگران نیز به آنها یاری میکنند و بارهایشان را از داخل دکان ها بیرون میکشند. اساساً رسته های تخته فروشی به کام آتش رفتند. اطلاع داد خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق می افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است، اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعضی موارد حالت های برقصدانه آتش زدن بازارها را از احتمال دور نمی‌دانند. وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور شرح داده است. 1 ماه اخیر نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان بالا رفته. 1 خلط آرد قریب به 300 سامانی رسیده است. ساکنان میگویند در منطقه ها نرخ آرد از این هم گرانتر است. مسئولین وزارت کشاورزی در صحبت با خبرگزاری رسمی خاور گفتند سبب گران شدن نرخ آرد کم بارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان است. به گفته عبدالقادر یتیموف، یک مسئول وزارت کشاورزی تاجیکستان، تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. طبق آمار رسمی تاجیکستان گندم را اساساً از قزاقستان و یک مقدار کم را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700,000 تن آرد لازم است. مسئولین وزارت کشاورزی به خبرگزاری رسمی خبر گفتند برای پیشگیری از بلندشوی نرخ آرد و دیگر محصولات نیازی اول نقشه تدبیرها ترتیب دادند، اما مشخص گفتن نشده است که مقامات برای پیشگیری از بلندشوی نرخ محصولات نیازی اول از جمله آرد چی کار کردند. پیشتر مقامات از حساب ذخیره های دولتی تلاش کردند نرخ محصولات نیازی اول را در سطح معتدل نگاه دارند، ولی متخصصان میگویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالاروی نرخ آن به بودجه هر یک عائله تاثیر میرساند. بیننده عزیز، نرخ آرد در جای زیستی شما چند است؟ می توانید در زیر برای ما نویسید. بار اخیر در زندگی کدام وقت صدقه داده بودید و عموما خیر و صدقه برای انسان لازم است؟ نظرها در این باره گوناگون است. برخی ها میگویند که باید به هر نفری که از شما کمک میپرسد خیر کرد، ولی هستند نفرانی که میگویند باید خود همون طلبنده کار کند اگر تن صحت دارد. بیایید میرویم به ولایت ختلان تا ببینیم که ساکنان این ولایت در این باره چه نظر دارند. شما در زندگی خیر میکنید؟ چه خیر؟ آدم مسلمان باید خیر کنه. او چکلی مسلمان خیر نمیکنه. با خیر آدم زنده، با دعا زنده آدم. خیلی شوخی، من خیلیش خیر نکردم. در همون خانه خیر میکنیم، برای همسایه ها دمی بروریم میتیم، مثال اگون آش میکنیم. خیر؟ خیر. کرد کمی. یکی میکنیم. آخران بار که خیر کرده؟ یا 10 روز شده. آخران مراتبه در یاد نیست، خیلی تقریبا هر روز شاید اگر 1 سومون هم باشد خیر حساب میشه. خیر اصلا با مساکین و فقرا داده می شود، افرادی که زندگی پست دارند و اینچنین با یتیمان و بیوزن ها داده می شود. اصلا خیلی مردم همون طلبنده هستن، همون دارن میتیم شما گمسن با چه گم خیلی آدم کم کرده گمسن میتیم شما یادم میکنن چنین زور است اما چنین خوبت مون خیر میکنم. تیز نه خونه پیرودم پنسیون جمع میکنم میبرم میتم. خیر آدم کم بغل میتم. خیلی پنسیون من میگیرم میرم نه خودشون میبردم باز سومشون میبرم میتم. خیر آدم کم بغل میبرم سوم میتم. همیشه خیر میکردیم، بر وقت‌تر خیر برای صدقه و خیر ما همیشه کوشش میکنیم. که آخران مراتبه روز جمعه خیر کرده بودم.
камбағалор иншолло ба амри худо ёрдам менем. Манам я бачаи кори дорам. Аямуҷа 3-4 танга рой мена падар мега биаму кадме да қишло камбағалой биам камбағалоро барбти. Мебарем ба қадри имкон метем шу бачаҷон. Не хал кардам дагар план ки маблағ барохтум ки бас чӣ харҷ мекунем. Хайхи харҷ буд рӯз нон додем. Шилоқ дод я даҳанун кардем нон додем. Мисол ҳама бояд хайр кунад. мо ҳам хайр мисол дорем шароити хайр кардан. ҳар вақт мисол мобайни 2 мо 3 мода як бор мисол кадом оилаи камбизоата чия ва чӣ надорад ки хеша табора ё ки бегунаи. акнун хайр кардан вобаста ба тавоноӣ аст. агар мисол як инсон дар як рӯз 10,000 сомон агар фоида бигирад ҳатман бояд ки 1000 ё 500 сомонӣ ҳатман бояд хайру садақот бикунад. осон ва дастрас хабарҳои навро аз канали телеграми радиои озодӣ дастрас кунед. در روسیه که صدها هزار مهاجر تاجیک آنجا کار اقامت میکنند از 3 اکتبر تا 7 نوامبر روزهای غیرکاری اعلان شد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین 20 اکتبر فرمان را در این باره امضا کرد. پیشتر از امضای فرمان پوتین در جلسه حکومت پیشنهاد را در این زمینه قبول کرده و گفته است چاره مذکور برای پیشگیری از سرایت با سرعت کرونا ویروس نو ضروری است. حالا بسیار مهم است که پیش راه موج نو اپیدمی را بگیریم. با نظرداشت وضع پیش آمده پیشنهاد برای اعلان روزهای غیرکاری در سراسر کشور و پرداخت مزد کار از 3 تا 7 نوامبر را دستگیری میکنم. افزود او در روسیه تنها در یک شبانه روز گذشته بیشتر از 34,000 مورد نوی سرایت کرونا ویروس نو ثبت شده است و بیشتر از 1030 نفر بر اثر بیماری کووید 19 فوت دیدند. در میان بیماران مهاجران کاری تاجیک هم بودند. نیروهای طالبان به چند خبرنگار که تظاهرات گروهی از زنان را در شهر کابل بازتاب می‌دادند حمله کردند. واقعیت دیروز 21 اکتبر در شهر کابل رخ داد. گروه تقریباً 20 نفره زنان با هدف دفاع از حقوق خود در پایتخت افغانستان راهپیمایی کردند. اعتراضگران از حاکمان نو افغانستان کار، نان و آموزش خواستند و همزمان طلب کردند که معارف را سیاسی نکنید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس هنگام بازتاب تظاهرات جنگجویان طالبان یک عکاس خارجی را با تفنگ زده به سوی روزنامه‌نگار دیگر مشت برداشتند. با کمیش 2 روزنامه‌نگار هنگام پراکنده شدن ضربه خوردند. زهرا محمدی یک از سازماندهندگان تظاهرات گفت طالبان به هیچ کس و هیچ چیز احترام نمیگذارند، نه به روزنامه‌نگاران خارجی و نه محلی و نه زنان. طالبان پس از واژگونی حکومت پیشین افغانستان در نیمه ماه آگوست امسال به قدرت رسید. این گروه ادعا دارد که در مقایسه با حاکمیت اولش در سال 1996-2001 معتدل می باشد، ولی سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر طالبان را با وعده خلافی درباره دادن اجازه کار به زنان و دسترسی دختران به تحصیل تنقید کردند. در حال حاضر تنها در 5 ولایت افغانستان به تحصیل دختران در مکتب‌های میانه اجازه شده است. اکثر زنان امر گرفتند که به جای کار بر نگردند. حاکمان نو افغانستان به محدود کردن کاری رسانه‌ها و آزادی بیان نیز تنقید می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 اکتبر را فرا می‌گیرد. 22 октябри соли 2011 дар сафараш ба Тоҷикистон котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҳиллари Клинтон дар мулоқот бо президент Эмомалӣ Раҳмон қазияҳои маҳдуд шудани озодиҳои мазҳабӣ ва матбуотро дар миён гузошт. ӯ гуфт ҳар кас ҳақ дорад ки фароизи мазҳабии худро озодона иҷро намояд ва рӯзноманигор бояд озод бошад ва вазифаи худро бидуни ягон тарс иҷро намояд. ӯ гуфт риояи озодиҳои шаҳрвандӣ як роҳи ҷалби сармоягузориҳо ва мубориза бо фасод мебошад. октябри соли 2009 вазорати молияи Тоҷикистон гуфт ҳукумат қарор кард саҳмияҳои нерӯгоҳи барқи обии Роғунро ба фурӯш гузорад. дар ҳоле буд ки мақомот натавонистанд барои сохтмони ин тарҳи пурхарҷи азим сармояҳои Русияро ҷалб карда бо мухолифати шадиди Узбекистони зери назари Ислом Каримов рӯбарӯ буданд. саҳмияҳо аз январи соли 2010 ба маблағи $189 миллион фурӯхта шуданд ва мақомот гуфтанд мардум танҳо пас аз анҷоми сохтмони нерӯгоҳ метавонанд ба фоидаи он умедбанданд.
اکتبر سال 2009 مقامات دوشنبه گفتند کوچه را در پایتخت به نام هنرمند مردمی تاجیکستان عبدالله نظری نامگذاری میکنند. آوازخوان و روشنفکر تاجیک شاگرد اکاشریف جوریف زاده ناحیه درواز بود و در 76 سال عمرش با اجرای ترانه‌ها در سبک موریگی شهرت یافت. با ترانه‌های سیاه چشم، دلبری جان و دیگرها معروف شد و راه هنریش را پسرش دولت نظری ادامه داد. بانک ملی تاجیکستان قرب پول ملی سامانی در برابر اسعار خارجی را برای امروز 22 اکتبر چنین اعلان کرده است. 100 دلار آمریکایی برابر به 1127 سوم و 45 درم و 1000 روبل روسی برابر به 157 سوم و 90 درم. بیننده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی شما همه روز می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیو آزادی با نشان azadi.org و azadi.mobi پیدا کنید. اپلیکیشن یا ضمیمه آزادی را از گوگل پلی و اپ استور می توانید دسترس کنید. خدا نگهدارتان.